اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ اوحینا الی امک. مرتبه اولیش چی بود که الله متعال برای موسی علیه السلام مثلا منت گذاری کرده بود؟ اذ اوحینا الی امک، وقتی که ما وحی فرستادیم به مادرت، ما یوحا آنچه که برش الهام دادیم، ان اقذفیه فی التابوت، که گفتیم برش که امی فرزندت پرتو، تابوت صندوق میگه، در یک صندوقچه فرزندت پرتو، فقذفیه فی الیم، باز پرتو امی فرزندت فی الیم، در دریا، فلیلقه الیم بالساحل، تا که به اندازت او را الیم دریا بالساحل، در ساحل یا در کرانه امو دریا یا بحر، یأخذه عدو لی، تا بگیرد او را امو دشمن ما، و عدو له، و دشمن از او. یعنی الله متعال میگه این هم یک منت گذاری بود که ما تو را در طفولیتت بر مادرت وحی کردیم که ایره پرتو در صندوق بگذارش و صندوق در بین دریا پرتو، تا دریا ایره ببره و در ساحل در نزدیک خانی امو دشمن ما و دشمن خودت اموجه او را پرته، و القیت علیک محبتا منی، و اموجه ما القیت القا کردم، انداختم بر تو محبت از جانب خود. این محبت الله با موسی علیه السلام چی بود؟ که او را در خانه دشمن خود چی میکنه؟ پرورش داد. ولی تصنع علی عینی، و تا ای که تو پرورش بیافی، چه وقت؟ علی عینی، در زیر امون نظر ما یا تحت مراقبت من. استمشی، وقتی که میرفت اختو که خواهر تو، فتقول باز میگفت هل ادلکم علی من یکفلو، که برش میگفت که امی خواهرش آمد بر از اینا گفت که هل ادلکم، آیا ما بر شما راهنمایی بکنم علی من یکفلو، به کسی که ایره کفالت بکنم. چون موسی علیه السلام وقتی که اونجا در خانه فرعون گرفتن، خانم فرعون موسی علیه السلام اجازه نداد که بکشن و اجازه گرفت از فرعون که ایره نکشن، ایره من حیث فرزند خود در خانه خود نگاه بکنه. آل موسی علیه السلام طفل است و ضرورت داره که شیر بخوره، و دایه های دیگی که آمدن موسی علیه السلام شیر از اونا را نپذیرفت. بالاخره خواهر موسی علیه السلام آمد و بر از اونا گفت که هل ادلکم، آیا ما بر شما خبر بتم علی من یکفله، بر کسی که ایره کفالت بکنه یا مثلا سرپرستی بکنه. الله متعال میگه این کلش تدابیر الهی بود که موسی علیه السلام دوباره پس به آغوش مادرش بگرده. فرجعنا، که باز ما تو را گشتاندیم این موسی علیه السلام، الی امک، به پیش مادرت، کی تقر عینها، تا ای که امو چشم مادرت سرد شوه یا چشمش روشن شوه، خوشحال شوه، ولا تحزن، و غم هم نخوره. دیگه در این صورت هم الله متعال میگه این کلش تدابیر ما بود، احکام ما بود که مثلا ما امر نافذ کردیم. این مرتبه اول بود که ما برای تو چی کردیم؟ منت گذاری کردیم، و منت گذاری دومی هست که برای تو وحی فرستاده شد. و قتلت، و قتل کردی نفسا، یک شخصی را، فنجیناک من الغم، باز ما تو را نجات دادیم از چی؟ از امو غم و رنجی که اونجا بود. و فتناک فتونا، و ما تو را در امتحان انداختیم، به امتحان کردن. بناهن اینجا هم یک امتحان دیگه الهی بود که بالای تو آمد. فلبست سنین فی اهل مدین، پس تو باقی ماندی چندین سال در اهل مدین، یعنی در مدین اونجا ماندی که باز امو شخص موسفید بزرگواری که باز امرایش جو رفتی و دختر خدا به تو بر نکاح داد. ثم جئت علی قدر یا موسی، باز پس دوباره برگشتی علی قدر، به تقدیر یا موسی، به مو وقت و مقدر و تقدیری که ما بر تو کرده بودیم این موسی علیه السلام. و اصطنعتک لنفسی، الله متعال برش میگه که این موسی علیه السلام من تو را ساختم یا برگزیدم لنفسی، بر خود، تا ای که تو رسالت مرا برای دیگران بیان بکنی. آل برش رسالت میگه که او تقاضای تو هم پذیرفته شد و این نعمتهای الله هم برای تو داده شد. اذهب، برو، انت خودت، و اخوک و برادرت، به آیاتی، با امی دلائل و معجزات من، ولا تنیا فی ذکری، و سستی نکنین در یاد من. اذهبا الی فرعون، برین اردویتان به نزد فرعون، انه طغى، یقینا که فرعون طغیان کرده و سرکشی کرده و از حد تجاوز کرده. فقولا له قولا لینا، لکن شما وقتی که میرین، چون شما پیغمبر هستین، رسالت دارین، پیام دارین، شخصیت دارین، عزت دارین، شما مثل مردم های دیگه نباشین، چون شما مردم های دعوتگر و
مثلا پیغمبر هستین و رسالت دارین، شما با اینمی طغیانگر و سرکش هم سخنهای چی بگوین؟ نرم بگوین. فقولا له، پس بگوین بر از فرعون قول لینا، سخنهای نرم، لعله، شاید که فرعون یتذکر و پند بگیرد، او یخشا، یا بترسان. قالا، گفتن ربنا، ای پروردگار ما، انا نخاف، ما میترسیم، ان یفرط علینا او ان یطغى. ان یفرط، ای که مثلا تجاوز کنه، افراد کنه در قسمت ما، بر ما، او ان یطغى، ای که طغیان و سرکشی بکنه، چون فرعون خطرناک بود و دشمنای خدا آخر کس که خوشش نمیامد عاجل او را قتل میکرد و میکشت. قال، الله متعال برشان گفت که لا تخافا، نترسین، اننی معکما، یقینا که من همراه شما اردو هستم، اسمع، میشنوم، و ارا، و میبینم. فاتیاه، پس بروین به نزد ازو، فقولا، برش بگوین انا رسولا ربک، ما دو فرستاده هستیم از جانب ربت، پروردگار تو. فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بفرست به امرای ما بنی اسرائیل را، ولا تعذبهم، و اونا را تعذیب نکن. قد جئناک، یقینا ما آمدیم پیش تو ای فرعون، به آیت، با دلیل و با معجزه، من ربک، از جانب پروردگارت، و السلام، و سلامتی، علی، بر کسی است که، علی من، بر کسی است که اتبع، متابعت میکنه، الهدى، هدایت را. اینا یقینا که ما، قد اوحی الینا، بر ما دو نفر وحی شده، ان العذاب، یقینا که عذاب که است، علی من کذب و تولا، عذاب الله بالای کس نازل میشه که کذب، تکذیب میکنه، و تولا، و رو میگردنه. قال، گفت فرعون، فمن ربکما یا موسی، پس کیست رب شما دو نفره موسی؟ قال، گفت موسی علیه السلام، ربنا الذی اعطى، ربنا، رب ما، الذی، او ذات است که اعطى کل شیء، که داده هست برای هر چیز، خلقه، صورتش را، خلقتش را، ثم هدی، سپس او را هدایت کرده، هم خلقش کرده و هم او را هدایت کرده. قال، گفت فرعون، فما بال القرون الاولى، پس چی میشه حالت امتهای قرنهای اولی؟ قال علمها عند ربی، گفت موسی علیه السلام علمش به نزد پروردگار ما هست، فی کتاب، در کتابی که پیش الله هست، لا یضل ربی ولا ینسى، پروردگار ما نه اشتباه میکنه و نه هم فراموش میکنه. الذی جعل لكم الارض مهدا، او ذاتی که زمین مثل فرش بر شما گشتانده، و سلک، و ساخت لکم برای شما، فیها، در امی زمین، سبلا، راها، و انزل من السماء ماء، و او ذاتی که نازل کرده از آسمان آب را، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پس الله متعال میگه باز ما خارج کردیم توسط از آب انواعی از نباتات شتا، مختلفه. خب، کلو، بخورین، ورعو، و بچرانید انعامکم، چارپایانتان را، در اینمی چیزهایی که الله برتان خلق کرده، این فی ذلک لآیات لأولی النهی، یقینا که در تمام از این مخلوقات دلایل به وجود و وحدانیت الله هست، لأولی النهی، برای کسانی که صاحبان عقل هستند. الله متعال میگه منها خلقناکم، ما شما را خلق کردیم از اینمی زمین، و فیها نعیدکم، و شما را دوباره بر میگردانیم در امین زمین، و منها نخرجکم، و باز شما را خارج میکنیم از امین زمین، تارتان اخرى، مرتبه دیگر. ولقد اریناه آیاتنا کلها، الله متعال میگه یقینا که ما نشان دادیم به فرعون آیاتنا، تمامی دلایل قدرت خود را، کلها، تمامش را، هم دلایل عقلی، هم دلایل حسی، هم دلایل از معجزه و هم دلایل زبانی، کلش که موسی علیه السلام بر از اینا گفت. الله متعال میگه فکذب، پس فرعون تکذیب کرد، و ابا، و ابا و انکار و سرکشی کرد. قال، آل فرعون به عوض که گپ قبول بکنه، انسانهای طاغوت صفت، امی صفتشان هستن که دعوتگر و پیغمبر الله را متهم میسازن به چیزی که مطابق مزاجشان است. قال فرعون، گفت اجئتنا، آیا تو آمده ای لتخرجنا من ارضنا، تا ما را خارج کنی از زمین ما؟ در حالی که موسی علیه السلام نگفت فرعون تو برای، گفت برای من اجازه بده که من بنی اسرائیل همراه خود ببرم، و تو اطاعت الله را بکو، در زمینت باش، در پاچاییت باش، در ملکت باش، لکن مطیع و فرمانبردار و
حاکمیت الله را بپذیر. ای گفت که آیا تو آمدی که ما را از زمین ما بکشی به سحر که وقتی که معجزات نشان داد گفت یا با این معجزات با این سحر و جادویت یا موسی فلنأتینک بسحر مثله، پس گفت ما میاریم برای تو به سحر مثله، یک جادو مثل ازی. آل فرعون چی میگه؟ فلنأتینک، پس ما حتما میآوریم برای تو به سحر مثله، جادوی مثل امی چیز، یعنی مثل که تو آوردی ای خود جادوست، ما امی قسم برای جادو میاریم. فاجعل بیننا و بینک موعدا، آل بگردان بین ما و بین خودت یک موعد یا یک وقت، لا نخلفه نحن ولا انت، که ما هم مخالفت از وقت نمی کنیم ولا انت و تو هم مخالفتش نکنی، مکانا سوا، یک میدان باشه هموار. آل دیگه ما میخوایم که امرای تو چی کنیم؟ مسابقه بتیم و چلنج بتیم. قال، گفت موسی علیه السلام موعدکم، خی وقت شما یوم الزینت، در روز زینت یا روز عید شما باشه. چرا؟ در این روز گفت به خاطر ازی که آل اگر یک روز تنهایی باشه خود تنها فرعون است میبینه و شاید یک چند نفر درباریایش باشه. موسی علیه السلام گفت بان که کلگی جمع میشن، تعداد زیاد باشن و مردمایی که معقول هستن اونا خب باز میپذیرن. این انسانی که باز بیدین است اگر خود فرعون طغیان و سرکشی بکنه قبولم نکنه، حداقل دیگرا هدایت میشه. از همین خاطر وقتی که دعوتگرای اسلام در یک مجلس یا یک مناظره اشتراک میکنه به همراه یک انسان در یک برنامه اشتراک میکنه که مخالفت میکنه، در حقیقت چی است که اگر خود از این قبول نکنه، اما کسایی که دیگرا دلایل صحیح قبول میکنن هدایت، سبب هدایت از اونا میشه. از این خاطر موسی علیه السلام گفت که موعدکم، وقت شما یوم الزینت، اون روز عید است که دو بیروبار زیاد است و مردم زیاد است و کلگی رخصت هستن و میان اشتراک میکنن. و ایحشر الناس الضحى، و اینکه مردم جمع شوند وقت ضحی، ساعتای 9 بجه و 10 بجه، اینی وقت ضحی هست، در اینجا مردم جمع میشن و این حالت ببینن. فتولى فرعون، پس رو گشتاند فرعون، جمع کرد کیده، امو مکر و فریب و برنامه های خود را، ثم اتى، باز آمد. قال لهم موسی ویلکم، بر از اینا موسی علیه السلام گفت افسوس بر شما باد، لا تفتروا علی الله. آل موسی علیه السلام دعوت میکنه برای جادوگرا، برشان میگه که این جادوگرا شما خود جادوگر هستین و این چیزی که ما آوردیم این خود جادو نیست، این معجزه هست. ویلکم، وای بر شما. بر از اینا میگه شما خود علم دارید، میفهمین، فکرتان باشه که لا تفتروا علی الله، شما بر الله افترا و تهمت نکنین، کذبا به دروغ، فیسحتکم بعذاب، باز الله سر شما عذاب خدا نازل میکنه. شما حق باید بگوین، اگر از ما سحر است بگوین بر فرعون سحر است، اما اگر فهمیدین که از ما سحر نیست این معجزه هست، شما این باید باز افترا سر الله نکنین، که اگر افترا کردین شما جادوگران، الله متعال شما را به عذاب میگیره. و قد خاب من افترا، و ناامید و نامراد میشه من هر کسی که افترا تهمت میکنه بر الله. فتنازعوا امرهم بینهم، باز امی ساحرا در بینشان منازعه و گفتگو کردن در میانشان. و اسر النجوى، اما تو مشوره های پنهانی کردن که ما این قسم سحر میپرتمو، گفت که من اینت یک سحر مخصوص دارم که میپرتمو، دیگه گفت سحر. قالو، گفتن ان هذان لساحران، اونا گفتن مردم های درباری گفتن که ان هذان، ای دو شخص که از موسی و هارون، گفتن لساحران، دو جادوگر هستن، یریدان ان یخرجاکم، میخواین که شما را خارج بکنن من ارضکم، از زمین شما، به سحرهما، با جادویشان، و یذهبا بطریقتکم المثلی، و شما دور بکنن شما را از امور راه مثلا بهتر. این فرعونی ها بر از اینا میگفت که شما رایتان بسیار خوب است و این فرعون که از قوانینش بسیار خوب است، آلیا آمدن میخوان شما را از این راه درستتان بکشه. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، پس جمع بکنین تدبیر خود را، ثم اتوا صفا، باز بیاین صف خوب، امت صف محکم جور بکنین و بیاین. وقد افلح اليوم من استعلا، یقینا کامیاب میشه امروز من کسی که استعلا غالب شوه. قالو، گفتن ای جادوگرا یا موسی، ای موسی علیه السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا ای که تو امی چیز تپرتی سحرتا، و اما ان نکون، و یا ای که باشه ما اول من القا، نخستین کسانی که امو سحر می اندازن. در این علما میگن امی ساحرا یک ادب در مقابل موسی علیه السلام مراعات کردن
و کسانی که در مناظرات ادب مراعات میکنه الله اونا را هدایت میکنه. به جر و بحث بود. بسیاری کسا هستن وقتی که در میدان مناظره و گفتگو میشن باز اما ادب و اخلاق از دست میتن. امی بیادبی و بد اخلاقی از اینا هدایت از پیششان میگیرن. این ساحرها چی کردن؟ یک ادب که موسی علیه السلام مراد کردن، برش گفتن که یا تو اول پرتو یا ما میپرتیم، آیا شما اول میپرتین یا ما؟ قال موسی علیه السلام گفت بل القوا، پس اول شما امو صحرایتان پرتین. وقتی که اینا فاذا حبالهم، پس ناگهان امیر اسمان های جادوگرا و عصیهم و عصاهای جادوگرا یخیل الیه، خیال میشد بر از اون من سحر، نظر به سحری که کرده بدن، انها تسعی، ای که اونا حرکت میکنن. یعنی بعضی اوقات امو چیز حرکت نمیکنه بلکه در چشم انسان وقتی که جادو میشه باز انسان فکر میکنه که یا در حرکت هستن. فاوجس فی نفسه خیفتا، موسی میگه احساس کرد در نفس خود موسی علیه السلام خیفتا، یک ترس را. خود موسی علیه السلام ترسید، دید که چی حال از این میدان. قلنا، الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود برش گفتیم که لا تخف، نترسی موسی علیه السلام، انک انت الاعلی، یقینا که تو غالب هستی. چرا این چیزایی کسی سحر است، بیهوده هست. و القی ما فی یمینک، الله برش گفت که پرتو این موسی علیه السلام آنچه که در دستت است، تلقف ما صنعوا، تا که فرو ببره ببلعه ما صنعوا، تمام این چیزهایی که کارایی که نا کردن. انما صنعوا، یقینا آنچه را که یا ساخته ان، کید الساحر، این فریب و مکر جادوگرا هست. ولا یفلح الساحر حیث اتی، و کامیاب نمیشه ساحر و جادوگر حیث اتی، هر جایی که بره. وقتی که موسی علیه السلام عصای خود انداخت و این تمام سحرها را بلعید، آل ساحرها حالم بودن، اینا میفهمیدن که سحر این قسم نیست که یک جادو بخیده جادوی دیگر را بخوره. پس یا کلشان فهمیدن که نه، آنچه که موسی علیه السلام انداخته این مربوط به جادو نمیشه، این معجزه هست، این حق است. فالقی السحرة سجدا، یک دفعه ساحرها کلشان به الله سجده کردن. قالوا، صدا کردن همین جادوگرا، آمنا برب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون علیه السلام و موسی علیه السلام، ما به رب از اینا ایمان آوردیم. آل وقتی که اینا حق فهمیدن یا عالم بودن ولو که ساحر بودن، وقتی که حق فهمیدن ایمان آوردن. آل وظیفه فرعون چی بود؟ که وقتی که خب اومده به مناظره، وقتی که اینا کلشان تسلیم شدن که سحر نیست، ای جادو نیست، باید فرعون مسلمان میشه دیگه. قال آل دیگه فرعون چون کفرش بعضی کفرها کفر عنادی می باشد، تکبر، غرور، هر قدر که حقم برش بیان شوه بازم قبول نه. قال برشان گفت آمنتم له، شما ایمان آوردین بر از اون، قبل ان آذن لکم، پیش از اینکه ما بر شما اجازه بدم. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اینا تومت دیگر انداخت، گفت انه، ای بچه، در حالی که موسی علیه السلام جوان است و ای ساحرها کل 60 ساله و 70 ساله، ای برشان میگه که امو بزرگ شماست، الذی، او کسی که علمکم السحر، بر شما جادو را یاد داده. فلا اقطعن ایدیکم، یک دفعه فرعون گفت که ما ای ساحرها که شما نفرای ما بدین و بدون اجازه ما شما مسلمان شدین و فرعون موسی شما را شکست داد و شما تسلیم شدین، آل به این وزیزی که تسلیم شوه چون این متکبر است، مغرور است، آل نفرای خدا میکشه. چه قسم؟ گفت فلا اقطعن، پس من قطع میکنم ایدیکم، دستای شما را، و ارجلکم، و پاهای شما را، من خلاف، برخلاف، یعنی دست راستان قطع میکنم کت پای چپ، پای راستان قطع میکنم کت دست چپ. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، بازی که من دست و پایتان قطع کردم باز شما را اویزان میکنم در چی؟ فی جذوع النخل، دم و تنه های درخت های خرما، و بلند بلند است درخت های خرما، دو که یک نفر دستش هم قطع شد و پایش هم قطع شد و در اونجا در رفته و اویزان شد، کل خونش میریزه، هلاک میشه. ولا تعلمون، باز شما میدانین که ایونا اشد عذابا، که کدام ما بسیار سخت عذاب میکنیم و ابقا و باقی تر هستیم. قالو، آل ای ساحرایی که بودن یا حق فهمیده بودن یا گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، گفتن هیچ وقت ما را ترجیح نمیتیم، لن نؤثرک، ما را ترجیح نمیتیم ای فرعون، علی ما جاءنا من البینات، با آنچه که بر ما
آمده هست از دلایل واضح و روشن. حالا بر ما حق معلوم شد. حالا که حق معلوم شد، تو مردمای جاهل و بیدین و بیعقل فریب دادی و ما هم وقتی که جاهل بودیم، جادوگر بودیم، کافر بودیم، تسلیم تو بودیم. حالا که حق بر ما بیان شد، ما دیگه هیچ وقت را ترجیح نمیتیم که بیایم در صف تو استاد شویم. پس آل بر ما دلایل من البینات، دلایل واضح آمده. والذی و او ذاتی که فطرنا، آفریدگار حقیقی ماست. فقد ما انت قاضٍ، هر چیزی که فیصله میکنی بکن، هر کاری که از دستت میاد فرعون بکن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو که حکم میکنی فقط دمی زندگی دنیا. کل حکم و قدرت تو چی است؟ دیدمی 4 روزه زندگی دنیاست. اما مال فهمیدیم که او خالقی که مالک دنیا و آخرت است، باز او بالاخره تو را مؤاخذه میکنه. انا آمنا بربنا، یقینا ما ایمان آوردیم به پروردگار ما. لیغفر لنا خطایانا، تا ببخشه بر ما گناههای ما را. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و همچنان ببخشه بر ما با او چیزی که تو ما را مجبور کردی به جادو و جادوگری. والله خیر و ابقى، و الله متعال خیر بهتر است و ابقى و باقی تر است. انه من یأتی ربه مجرما، یقینا هر کسی که بیای به پیش پروردگار خود مجرما، در حالی که مجرم باشه، فان له جهنم، یقینا که بر از او آتش دوزخ است. لا یموت فیها ولا یحیا، که باز او عذاب و آتش دوزخ که از نه زنده میمانه و نه هم میمیره. و من یأتیه مؤمنا، و هر کسی به نزد الله در روز قیامت بیایه در حالی که مؤمن باشه، قد عمل الصالحات و اعمال صالحه هم کرده باشه، فاولئک، پس یقینا که لهم الدرجات العلی، بر از اینا درجات بسیار عالی و بلند است. و چی هست؟ جنات و عدن، باغهای همیشگی هست، تجری که جاری می باشد، من تحتها، از زیر درختها و قصرها، الانهار و جویبارها، خالدین فیها، همیشه در این می باشد. و ذلک جزاء، و این از پاداش من تزکا، هر کسی که خود تزکیه کرد، فکر خدا، ایمان خدا، عقیده خدا، وجدان خدا، اعضای بدن خدا پاک ساخت و از بدیها و زشتیها خدا صاف ساخت. ولقد اوحینا الی موسی، و یقینا الله متعال میگه که وحی کردیم بر موسی علیه السلام، ان اسری بعبادی، این که شب ببر بنده های مرا، فضرب لهم طریقا، پس بساز بر از یک راه، فی البحر، در بحر، یبسا خشکه، لا تخاف درکا ولا تخشا، که نترسی از گرفتار شدن، درکن یعنی از گرفتاری فرعون، ولا تخشا، و هم نترس از چی؟ از غرق شدن. فاتبعهم فرعون، وقتی که موسی علیه السلام در نیمه شب امو بنی اسرائیل امرای خود گرفت و از پیش فرعون و لشکریانش فرار کردن، فاتبعهم فرعون بجنوده، باز میگه اینا را تعقیب کرد فرعون با لشکرش. فغشیهم من الیم، پس ما غشیهم، فغشیهم، الله متعال میگه باز اینا را غرق کرد، من الیم، در دریا، ما غشیهم، آنچه که اونا را غرق کرد. و اضل فرعون، و گمراه کرد فرعون قوم و قوم خود را، و ما هدا، و هدایت نکرد.